روزتون بخیر. امروز در مورد راز موفقیت در ایونت های فروش صحبت میکنیم. ایونت ها فرصت طلایی برای دیده شدن برند هستند. تحقیقات بین المللی نشون میده که هدف اصلی ایونت ها معرفی برند و ایجاد آگاهی در ذهن مخاطب هست. طبق گزارشی از بیزینس مانی 2024 بازاریابی از طریق رویدادها یک استراتژی حیاتی برای تعامل مستقیم با مخاطب، افزایش آگاهی از برند و رشد فروش محسوب میشه. علاوه بر این مقاله‌ای در لایملایت پلتفرم 2024 نشون میده که 85% مشتریان پس از شرکت در رویداد تمایل بیشتری به خرید دارن، 70% اونها احتمالاً مشتری تکراری میشن و 65% گفتن که رویدادها کمک بیشتری به درک برند نسبت به تبلیغات کردن. برای موفقیت غرفه‌دار باید تمرکز کنه روی نمایش حرفه‌ای برند، ارتباطگیری مؤثر با مخاطب، انتقال هویت و پیام برند. فروش معمولاً نتیجه طبیعی همین معرفی موفق غرفه‌دار خواهد بود. موفقیت در ایونت وقتی اتفاق میفته که غرفه‌دار برندش رو درست معرفی کنه و برگزار کننده محیطی جذاب و مخاطبی هدفمند فراهم کنه. هدف ایونت ها فراتر از فروشه. تمرکز اصلی بر تجربه برند، ماندگاری در ذهن مخاطب و ساخت ارزش بلند مدت برند هست این هدف. آمار و پژوهش‌ها تایید می‌کنن که مشتریانی که تجربه خرید حضوری از برند رو داشتن احتمال بیشتری برای خرید و وفاداری دارن. تجربه برند تأثیر مستقیم روی ارزش برند داره و نه فقط نگرش موقت یا فروش آنی. امیدوارم براتون سودمند بوده باشه و بتونین ازش بهره ببرین.